تو امروز کجا بودی؟ نمی‌دونم. رفته بودی اونجا چیکار؟ رفتم بگم دست از سر زندگیمون برد. چرا به من نگفتی؟ اون مردی که بی همه چیز باید به من بگه زنت امروز اینجا بوده؟ زنت امروز خونه من بوده؟ چیکار کردی راضیه؟ ها؟ چیکار کردی با من؟ من خواستم اونی بشم که تو دوست داری. چرا نمیتونی با گذشته لعنتی من کنار بیای؟ گذشته تو یه چیزیه بین خودت و خدا که خودش یه روزی داوری میکنه. من راجع به دختری دارم حرف میزنم که واسه من دام پهن کرده. من اون وقتی که برای تو دام پهن کرده بودم نمیشناختمت حامد. چرا همین الانش نمیگی که این دختر جونش رو کف دستش گذاشته و این حرفا رو بهت زده؟ فکر نمی‌کنی دیر شده واسه اینجور چیزا؟